داستانی کل یا پروکراتور گنرالی تاجیکستان خبر داد که طی 3 سال آخر 2020 2022 و نیمه اول سال 2023 نهادهای دادستانی تنها برای ویران کردن ترتیب قانون تقسیم زمین به عنوان شخصان منصبدار 8435 امر و 4149 پیشنهاد برآورده با قرارهای غیر قانونی رئیسان شهر نویها 4066 اعتراض آوردند. در این مدت بنا به اطلاع داستانی کل تاجیکستان 3864 منصبدار به جوابگری انتظامی و 16716 نفر به جوابگری ماموری کشیده شده. در عموم در رابطه به قضیه های زمین فروشی 3696 پرونده های جنایتی آغاز کرده شده. 49151 از 72 هکتار زمین های خودسرانه اشغال شده و غیر قانونی داده شده به حالت اوله برگردانیده شدند. این رقم روز 24 نوامبر سال 2023 در مجلس وسیع هیئت مشاوره داستانی کل صدر داد. این نشست تحت رئیسی پروکورور گنرالی گنرال پلکوونیک عدلیه رامان یوسف احمدزاده و با اشتراک وزیر کشاورزی، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاهدیزی، معاون یکم وزیر کارهای داخلی، معاون پروکورور گنرالی، سرداران ریاست و شعبه ها و دیگر کارمندان مسئول دستگاه مرکزی پروکراتور گنرالی، پروکورورها و سرداران ریاست های کارهای داخلی ولایت ها و شهر و نویه های جمهوری و رئیسان برخی از شهر و نویه ها برگزار گردید. بنا به اطلاع رسمی در این مجلس دو مسئله مورد بررسی و محاکمه قرار داده شد. یکم حالت رعایت و اجرای قانونگذاری در مورد استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین از جمله زمین‌های تعینات کشاورزی، فوند دولتی آب، نقلیات و علاقه، پیشگیری حادثه‌های غیر قانونی دادن و وابسته کردن زمین، غصب آن و ساختمان‌های خودسرانه در این گونه زمین‌ها در دوام سال‌های 2020 2022 و 6 ماه 2023. دوم، حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اپراتیوی جستجویی و دیگر سندهای معیاری و حقوقی از جانب مقامات عمل کننده فعالیت فوری و جستجویی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آید به آشکار نمودن، آگاهانیدن، پیشگیری کردن و کشادن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین در دوره سال 2022 و نوماهای سال 2023. در رابطه به موضوع اول جلسه تاکید شد که تامین امنیت وضوقواری شرط اساسی رشد منبعد جامعه و دولت محسوب یافته، اون به استفاده مقصدناک زمین وابستگی زیچ و ناگسستنی دارد و پرزیدنت امامعلی رحمان به این مسئله دقت جدی داده جهت استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین مدام دستور و سپارش‌های مشخص می‌دهد. در انجام جلسه پروکورور گنرالی یوسف رحمان با مسئولین ساحه زمین، کارمندان مقامات کارهای داخلی و پروکورورها جهت برطرف نمودن کمبودی‌ها و بازم پرزور نمودن نظارت پروکوروری در این سمت‌ها دستور و سپارش‌های مشخص داده از نتیجه مجلس قرارهای دخلدار قبول گردیدند. اما در اطلاع داستانی کل گفته نشده است که مشخصاً چه قرارهای دخلدار قبول شدند. تقسیم قطعه‌های زمین برای تاجیکستان که اولیش با صورت رکوردی در حال افزایش است، سالها باز به مشکل رقم 1 تبدیل یافته است. تقسیم قطعه‌های زمین یک منبع عمده کروپسیا برای مقامات محلی و حکومت دولتی از جمله در سطح جماعت‌ها و شهر و نویه به شمار می رود. هر سال ده‌ها منصبداری اساساً رده‌های پایان با جرم زمین فروشی به دست می‌افتند، ولی در اکثر موردها با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می‌شوند.